داری میگم آره من داری میگم آره بیت جلو آره بیا میگم انشالله خدا بزنه خفه بابا خفه تو در نزن منو میزنی الا دست بشکنه آره دادم بابا من بیا میگم من هیچی ندار من پاپیوس به خاطر تو باید همچین دوم بس بدم هی میگه بریم کجا بریم اینجا نداره من باید تو مادرمون کار کنم بریم اینجا نداره مادر شوهر خواهر شوهرتو ببینم ای خدا منو بگیرم ببرن زندان این قلاته ببینم راحت میشه ببینم راحت میشه چک دارم نیازه مردم اینجا بگیرم منو اعدام کنن حلقا میده من به سر من قلات میشی یا نه یا جمشید امضا کن انگوش بزن آجلان جون جاده این دفعه که بیشتر رو شرمنده کردی رفتی تا طالقون اومدی بالاخره تو هم عیالواری دم شما گرم آقا جلو بی زحمت پیش ماه بعد هم بدیم من به حساب خونم بده کنم بعد بیری گیرم شما مشتیگیری کردی خدا وطن زرم به سلامتی بده شو به پایان پیش قربون معرفته دستت هم درد نکنه آقا خدا از جوانی کمت نکنه آقا جلال به حق باطن زهرا بد نشده من حالا گفتم خانم‌ها فردا یه جلسه ختم قرآن گرفتن گفتم اسم شما رو هم میارن ان شاءالله که عاقبت بخیر بشه به حق زهرا دست درد نکن به زیبا بگو بیاد چشم چی شده مبینم؟ چی شد؟ شالا تو چشمت بهش نبود؟ من چشمم بهش پیش منو بپا بچه مردم هم یه سردارم هزار صدا مامان جان کسی اذیتت کرد؟ همه چون مثل تیر قیب خدا جیب میزنی سکتم دادی کوتاه باشه به سرش قمر خانم ببین چون یورکی دستم میچنده ببین چون یورکی موام سیخ شده بیروه یا خودم کلا بده به شهر و بچه شلک گرفته بی صورتش اینجا بعد بارخ بابا کسی اذیتت کرد؟ بچه‌م خیلی ترسیده وگرنه خودشو خیس نمی‌کرد. حالا دوباره موش دیده. ها؟ دوباره موش دیده. موش؟ آره موش. اما جو موش که ترس نداره. موش خوشه همه دنیا میترسه. خب من آبش بکشم جلو نجس میکنه. سلام علیکم. علیکم السلام. بریم.
بریم شلوارتو عوض کنیم. خودش که نجس با کارش نمیشه با خالش ما اصلا همین نباشه. جوری شو رایدی با من دیگه قصه داشتم پس میافتادم. خب بعد بارش آورده اینی به لالاش میذاره. دختری برده میشیش تو شلوارش تو کوچه یه کلمه هم که حرف نمیزنی که فقط ویله میکشه و هاپارتگری در تو شورا راجع مچه حرف زدیم گفتیم خیته قرار شد آقا جلال خودش با شهرداری هماهنگ کنه. پاشته در اونجا رو کنده اول رفتم اومدم. قراره اون رو فردا بیام واسه سمپاشی ببینیم حالا میام. شما محل و نگاه وقتی شما شدی سرپرست شورا چه رونقی گرفته، سر و سامون گرفته. حالا ان بیام واسه سمپاشیم و شرمنده نشیم. میگم حالا اینه کی میری سونیا گرامی کی میری چون تا حالا نرفتیم دختر پسرش فرقی نکنه برامون. حالا شما میگیم بریم. میخوام بالت سیسمونی بستونم خبر مرگه. باد میخوره به پهلوت بیچاد درد میگیره. دیگه هم از موش نترسی ها. خودم میرم همه شونو میکشم. لطو پار میکنم. وای این بطری‌ها چند تا حاضر شده؟ تا حالا فکر کنم نزدیک 40 تا. هر وقت باقیش آماده شد یه ندا بده بیام ببرم. آقا جلال علی کجاست؟ از صبح تو دسترس نیست. دست درد نکنه. فرستادمش بار بیاره. گمونم امشب بمونه فردا صبح بیاد. قبول باشه. شب با مبینت بیای خونه ما. نه تشکر. قربی باید برم آبدون کفتر علی رو بدم خونه شبون. از صبح نرفتم بالا. به علی بگو کفترشو جرد پشتمون خودتون کنه بعد رو پشتمون اون شبون خوبیت نداره که. بعد میشه زن جوون که همه شب تو خونه بمونه. عزیز تنها نیستم. فیروزه هم هست. میای دیگه فیروزه. بابا فیروز این هداها چیه؟ خیلی سرت اومدی که من تنها نباشم. همش سرت تو اون گوشی. خب بابا بیا گذاشتم کنار. بکن رو سری و مرد که نداریم تا صبح خفه میشی. اون خرابه ها تکوچه خب میگن جن داره. برو بابا کی میگه؟ همه میگن. همه یعنی کی؟ همه دیگه حتی سیاوش. پارسال زمستون که هنوز سربازش تموم نشده بود یه روز 5 صبح رفتنی گفت به فلا با جفتش خودم دیدم. یکیشون حتی تا یه جای مثل اینکه گذاشته دنبالش. باور کن. حتما جن زن بوده عاشق سیاوش شده. خدا نکنه من دیگه حریف جن نمیشه. مگه اینکه جن عاشق اون بشه. واه چشه مگه؟ نمیتونم بچه ننه است. ننه نداره که باباشم ورشکست شده دق کرده با اون خواهر شوهر مرده‌اش با شدن اومدن اینجا خونه گرفتن. میدونم بابا میگم یه جوریه یکم نچسبه به دل نمیشینه. به دل نشینه بهتر از اینه که دست به زن داشته باشم. ببخشید حواسم نبود. ببخشید دیگه. راستی میدونستی جن از زنای موبالان خوششون میاد؟ کاش میشد علی رو راضی کنم برگرده سرکار قبلش خودم راحت میشدم. دام گیر دادی ها. یه نمخور صدق بزنم ناباری که درمدو داری. بودم کار میکنی قرضگولاتون کم میشه دیگه. چیه؟ آرت میاد از خواهر شاید کار کنی؟ خوشم نمیاد شوهرش دم بده که پاشه به بهونه کار بیاد اینجا.
همیشه یه جوری. خوب سیاور. باش مالو باخ. حدتون سگ اینجا وایستا بینم وایستا بینم بالا برداری میکنی با علی آقا قلبم اومد تو دهنم. عقل من طلب کنم داشت این خونه است؟ بیباره تو خدا خوبت کنه. سلام سلاده رو بپا. ها؟ چرا نفس میزنی؟ ها؟ چه؟ این پای محل افتادم دنبالم نمیم کدوم حرومزاده گفت من اینجا من قصه درفتم دشت. بابا من چقدر به تو گفتم چه که بی محل نکش. آدم یه شب پولدار نمیشه حضرت عباسی. ننمون شطور مرغدار بود، بابامون شطور مرغدار بود. آدم باید تو کاری بره که اوستاشه، تو کاری که وارده بش، نه اینکه شب بخوابی صبح بلند بشی بگی فلان کارو میخوام بکنم، بیسار کارو میخوام بکنم. اون گرد کوی ست که کرکمون زدی تو پولینم که ازی بابا اون گرد من دست راستم رو میافتاد بهت میگفتم بابا به قرآن من دلم به حال اون زن بدبختت میسوزه. تاره چی میگو؟ یه چلیگاب بده به این نفس میزنه نمیره ای سقط بشی تو. نمک ما رو میره نمک میخوای؟ گیله اومد گیله با یه هفتت مثل سگ سوزن خورده دارم دورت میگردم. چند بار بگم غلط کردم دیگه، راه البسته. اومدی؟ نه هنوز تو راه هم یه رب دیگه میرسم. هنوز بارا رو خالی نکردیم. آشتی؟ آره؟ بخوام ببینم واکن اون لبا رو دیگه. واکن از دورکی داره جلو خندت میگیری تابلو. قشنگ معلومه آشتی شدیم دیگه، خندیدی. راهل هر کاری دلت میخواد میکنی، بعد میگی آشتی؟ من ببین آهت گرفت من دیگه، داشتم میگرفتم. کی؟ بچه‌های جام در رفتم از دستش. خدا رحم کنه. با این چکو بیا پاس کنیم بریم شهرش کم شه. علی بمیره برات. و چرا رگ خواب من دستت نیست؟ این شهل چی رگ خواب جلو دستشه؟ خرت کنم خوبه؟ سر تو شیره بمالم خوبه؟ ما رو شیره بمال اصلا خرم کن، من خدامه. و ایو انداز ما بخوام یه نفر ما رو خر کنیم کیو واس ببینیم؟
خیلی مخلصاتیم به ناموس زهرا. خیلی کوچیک، خاک کف پاتیم، من سوراخ جورابت. توف کن شنا کنیم توش غرق شیم. توف کن یا فین کن حباب بده بیرون اندماغ اینجوری بریم تو. حالم به هم خورد. بلند شو برو دنبال کارت. چشم. بله اومدم. یه 2 تا قطره به استوشم. بله. مگه میخوام تو سوراخ دماغت بچکم؟ کجا میچکیم؟ چشم. آفرین. خدایش هیچ کی مثل تو نمیچکه. هیچ کس هم مثل تو کتک نمیزنه. ولی بس اومده جدی دارم میگم. اینجوری کن. اومدم. گلا رو هم ضعف بده. الان جلال میاد میگه گلا رو حروم کرد. منت کشیدم فقط برای من درد سر. این هفته میخوام گرو ببندم با نصرت. درک. چی گفتی؟ بی درک افسلا سافلی. افسلا فلافله آشتی؟ آشتی کردیم دیگه. نوکرت. انقلاب چیکار میکردی؟ اون اتفاق دربست خور گفتم حیفه رفت. دربست بیری اب نداره. حواست جمع کن جریمه نشی. اینه که میتونی. این سنگا رو بعد واس برم دیرم شده. علی 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 آقا جلال زنگ زد گفت داره میاد با هم برید مغازه ببینید. تمام شد؟ آره. شنم بیاد میام اینا رو ببریم. گفت خودم میبرم. کی گفت؟ الان که زنگ زد دیگه. حالم به هم خورد. چرا تو ظرفشویی اخو توف میکنی؟ شو فوش دادی؟ کثافت. فوش دادنت هم قشنگه. خدا شکرت سنگ تمام گذاشته دی. خونمو به گند کشیدی. بیدار شدی؟ دیگه وقت آتیش سوزوندن تو کوچه شد عرصکت کو؟ زبان تو موش خورده بابا؟ بگو بله بابا. بگو بله بابا. مبینا بیا برو تو کوچه پیش عزیز بشین منم میام. بیا ماما. بودو ماما. این فقط با من اینجوری ها؟ اینجا بر داره من نگاه میکنه. خودت هم دیدی با هیچ کس حرف نمیزنه. آره جز تو. بچه نیم وجایی یه جوری حرف نمیزنه که ارث باباشو میخوره. این فندک من کو؟ ولی قبل اون شب با همه حرف میزد. فندکت تو فقط بندو گردن من دیگه. اون مرادی بیشتر بیام چی چند روز گند زد به اعصاب من. الهش گفتم مهلت من تو کتش نرفت که. بعد اومدن 2 تا لقمه کوف کنن تا یه گیر دادی اینجا بریم این کارو ول کن اینجا بریم. با این قرض و بدبختی خودم سنگم باشه قاطی میکنه دیگه. چه میدونی من چی دارم میکشم؟ تو چی؟ تو میدونی من چی میکشم؟ ولی مبینا بچم میخواد بگه این چون دعوای مورد این شکلی شده دیگه. اون سلطون ننان با آقا خدا بیامرز رو چشم باز میکردن با هم دیگه دعوا میکردن. تهش چی شد؟ من یادم رفت. 2 هفته دیگه یادش. یادت نرفته که. الان مچ گرفتی مثلا؟ کار خدا رو ببین. بودتر از من توی این محل نبود. تهش یه زن پوزمونه به خاک مالید. اب نره. میارزه سگ خورد. زهر مار. کثافت.
وایسا من نمیخوام بخورم اون بدتر دیگه. ببین اومدن یا نه عباس آقا، چشت به اونجا باشه. دلم شور میزنه. بزن تو دهنش. اومدم آقا جلال چشتون روشن. چه جورکی شد؟ پسره بیده کشون کنید. میلاد زمت من داشته باشه، سالی یه دستر داشته باشه با چروار ساستونی دومد به این آسونی صدرش یه بابا اینجوری نمیشه. قاشقات رو با چی قاشقات چیزی بعدم در میکنم چرا؟ هم گرفته من کمرم گرفته خسته نشدین از این اخبار؟ بیه مخمره قصانم داره چه دمید چه قضا شما اخبار میبینیتون؟ داشتم این سریال رو میبینم نصفمون نمیدونم مرده چه جورکی شد بزنین جم و سلام سر رفت این چیه؟ ما اقلا که اخبار رو ببینیم بفهمید طاهر خانم بفرم دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه بفرمایید چون یخ نکنه بفرمایید ای وای ماسینام یادتون نره باشتون خوب و گفگیر کجاست؟ باشقاب میذارن اول بعدم سبزیون بیار راستی من اینم خریدم واسه شهلا آقا جل دست شما درد نکن مبارک باشه
جنگ تمام گذاشتی مشتیگری کردی ها مبارک مبارکت باشه مشتیگری کردی خیلی کار دوستی کرد قربونت برم سبحانم به شادی استفاده کنی برای دو مادی پسره وای می اندازتت بدم رویل راجع هم درستش میکنم رحیمه یادت بابات نشت از قلی خدا بیامرز بال من یه تلان هستم اینجوری زنه ما هم توقعی میکنی یکی هم بده مبارک باشه به سلامتی ایشالله قابل نداره مبارک باشه ماسون میبردی که چه مبارک ماسون باشه. میبردی نه نمکن الهی مبارکت باشه مبارک باشه وای هنوز دوست داریم؟ میخواه باید میگم اون فردا باید میگم خب بدلشو بدل بعضی بدل میکنیم دوز به دوز خیام راحت قشنگ خودتو آب بکش مادر پاتم آب بکشی یا ترشو نکرده باشی زود باش مبینم باریکلا باریکلا خودش بلد طهارتشو بگیره ماشاءالله آره عموش بزرگ شده دیگه ماشاءالله باریکلا هنوز زبون با نکرده راله نه والا رحم داداش فقط وقتی تنهاییم دوستی کلمه‌ای به من بگی آیا نگه مال اون شب دیگه از اون شب اینجوری شده تو عقل تو سرت نیست یا شد دیگه داداش شد دیگه یعنی چی؟ چطور رود میشه؟ بابا شب روی پلش سر میذارین میخوابین فردا صبحش بلند میشی آشولاشش میکنی اولاق چجوری رود میشه تو چشاش نگاه کنی؟ حضرت عباسی یه بار دیگه دست رو زنت بلند بکنی من میدونم و تو حالا اونطوری نیست یخته دیگه صبر میکنیم اگه دیدیم خوب نشد خودم میام میبرمش دکتر نه دکتر نمیخوام عیف میگه دو کفتر بخوره خوب میره من فردا بله دیگه خودت یه پا دکتری دیگه از دکترها بیشتر دست شما میفهمی درد نکنه رحیم داداش خدا سایه شما رو سرما کم نکن من برم تو با اجازه با شما زای همه نکن جلو زن بچه هم بده یا تو چیکار کردی؟ این کارم با جلال بگیره من خورد میدم همش اومد اگه رائله بذاره چرا نمیذاره؟ رحیم علی آقا بفرمید بس شما نکندم دادش قرن نمیخوام گیر سپیش داده شراکت تو با جلال قطع کن یا از این محل برین یا بذار من برش کارم پس شراکت کیلو چنده من پادو اینه والا قدیم اینجوری نبود عیف میگه این چش دیدن خواهر شوهرشو ندارم حسودم نیاخ تو کارتو بکن با جلال بذار اونم خونه داریشو بکنه چون این داره کار اونم حقوق میده دیگه چی میشه کمک حال من باشه کم نمیشه ازش که نه با این میخواد خانمی کنمش کرد بابا اولاق این باباش باغداره تو شهرستون خانم خونته داره کمکت هم میکنه بدهی تو بدی بده بعد بزنی آشلاشش کنی عقده دلتو خالی کنی خیر سرت مثلا عشق و عاشقی هم گرفتیش دیگه میگه دیگه من میذارم به سرم دیگه تو بی خود میکنی میزنه به سرت سر تو بکو به دیوار چون این بدبختو میزنی پولاتو پاره کن خودتو بزن به سرت میزنی پول دارم پاره کنم والا این خیلی خانم تو حالاشم با تو مونده رأی ما منم 100 بار بهش گفتم به خرجش نمیره که دعواشون که میشه صداشون کل محل بر میداره بس که اولاقه والا به خدا ما هم آبرو داریم
نمیدونم فرداش چطور تو چش در همسایه‌ها نگاه میکنی. به والله من خودم هم میزنم. یه سنگ بذار زیر پای. شنبه‌زا، یه شنبه‌زا، دو شنبه‌زا، سه شنبه‌زا. سیا چطوری؟ علی آقا، سارا خانم، بشرا خانم. آب دادی بهش؟ جمشیده، تارا خانم، حسن آقا. چی شده؟ چیزی نی، الان تخم مرغ بشکنم ساز میشه. سرم میگرده. مبینا، علیه، گوسفند خریدم بستم جلو در. یه چند روز از این آشقا سبزی‌ها بهش بدین تا ایشالا قربونیش کنم. اشالله اشالله. جلو در کار خبری نبود. کجا په؟ شله که حال نداره. شیرین خانم میمون بودن. حسن آقا هم گفتش من 3-4 جا کار دارم. ما گفتیم امروز دیگه بال خودمون یه مرخصی بدیم. مغازه چی شد؟ قراردادشو بستم. علی با کارگر ماگره فرستادم ترتمیزش کنه. خدا به سلامتی بده، چرخش به چرخ اشالله. نیروها رو آبی بزنین. مرغرم خورد کنی بذارین تو فریزر. عزیز خانم اینم ماهور. الا داغ نبینم چه زحمت کشیدی تو. دست شما در نکنه. تاجی رو بگو تاجی. تاجی؟ دیگه راهله بیبین. بابا این حرفا چیه؟ بدبخت راهله. همین کاسانو هم راهله چشم نظر زده. از تو اتکلار زدن چیه این وقت روز؟ تو پشکل گرفتم هرچی حتمت بیزنم نمیره. چی کندی؟ از این همین آینه ضایعاتی ها بود. هرچی بود فدا سرت. کارگاه داره راه میفته میبرمشون از شهرشون خلاص شی. اوه چه بعدم شکسته. ببینم دستی که نبریدی. نه بابا چیزی نبود. خیلی ممنون. تشکر. چقدر تشنمه. ای به من دهن زدم به اون. ازش خود. آقا جلال شما زحمت نکشید خودم جمعشون میکنم. نمیشه که خطرناکه. میزنه دستمستتو نابود میکنه. نه که نوکش تیز بود و برداشتم. ما شیشه های ترشو چیندمشون نزدیک در راحت از همونجا ببری. اینا هنوز مونده تموم نشده. برچسبش اینا تموم بشه خودم میارم براتون. دست درد نکنه.
حیف اون دستا که مجبوری ازشون کار بکشی، اما دیگه چاره چیه؟ باز دندون رو جیگر بزنید تا قرضاتون صاف شه. دیرو جمشید اومده بود میگفت ماشین رو بده به من، بز دست من باشه. علی فراریه، کار میده دستت. گفتم نه بابا نمیشه که، راحل اینا بدهکارن، کلی قرض دارن، این همه کار میکنی کمک حال باشی، اونم که قدر نمیدونه. این دعوا آخریتون و این لب زخمی و ورم کردت خدا شاهده حال آدم رو خراب میکنه. چطور دلش میاد؟ آخه مگه یه مرد دست رو زن بلند میکنه؟ اونم زنه مثل قرص ما. علی نادونه، آدم باس بلد باشه با زن چطوری تا کنه. من به این خانومی، به این خوشگلی، به این برارو گیر کردی تو این خلادونی بلا نسبت. اگه من جای علی بودم نمیذاشتم آب تو دلت تکون بخوره. به والله جای تو اون برجای روبروه، نه اینجا. زن محبت میخواد، ناز و نوازش، خلق خوب، زبون نرم. این زن خدا خواسته نعمت بهت داده، میباس تو چشات نگه داری. تو واسه همه من میشدی. آقا جلال یعنی چی؟ شما زن داری؟ بچه تو رایی داری؟ این روزا مغزم کار نمیکنه، فلج شده. محبت خانواده نمیشناسه، کس و کار نمیشناسه، بیاد تو دل آدم تمومه. ببین راحل، من شهلا رو دوست دارم ها، خب بالاخره زنمه، اما زنیتی نداره برام. علی هم که واسه تو شوهرگری نمیکنه، تا دیگه از چی میترسی؟ ها؟ چرا من میگرخی؟ خدا هیچکی نمیفهمه. راحل، من که اینقدر خاطر تو میخوام. مبینا چی شده؟ چی شده مادر؟ چی شده مبینا؟ چی شده مادر؟ چی کار دارین میکنید بی پدر مادرها؟ به چه حق عروسه که مبینا رو برداشتین ها؟ مظلوم گیر آوردین؟ بی زبون گیر اورده خدا لعنتتون کنه. خاله ما کارش نداشتیم، فقط داشتیم بازی می‌کردیم. غلط کردید جدتون. مگه ازش اجازه گرفتی؟ حالا مگه چی شده؟ نوبرش آوردیم؟ داشتیم به سرش می‌داشتیم، خودش لالمونی گرفته. لالمونی تو گاهی این کار با لالمونی تو داری 7 جهت دامادت بار گفتم. شنیدی چی گفت مبینا؟ حرف بزن فهمیدی؟ حرف بزن اون زبون بیستامو واکن. دل شده یک کاسه خون بزنن جایم بکنارم تو منو با دیگه تفیدم بیاسه من دیگه ای بابا من اصلا نشده؟ نه. ما چه حوصله ای داری تو؟ بکن بریم بخوابیم. بریم بخوابیم تا هوس دیگاه نکردم. باید
به جون خودم به جون شما دل شده قربون شما دل شده یک کاسه خون به تنم داغ جنون تو کنارم تو بمون نرو با دیگری بس دیگه بریم بخوابیم. یه چیز میگم تو رو خدا باز دعوا نکن. اپوش من صفر بگی میخوام یه تک شرق برات بزنم بگی منو بگیر تو رو خدا ما یه شب جمعه شروع نکن دیگه. خدا همین یه چیز ازت خواستم. به خدا اصلا مهم نیست کجا باشه چقدر باشه. با همین پولی که اینجا دادیم یه جا دیگه خونه بگیر. تو هم باشه با جلال کار کن ولی من کار نکنم. خدا گل میدم قناعت کنم زودتر قرضاتو بدیم. فقط بیریم از اینجا. ببین کار میکنم شال میبافم. اینا که مسخره بازیه. کجا بریم؟ من ننه خواهرم اینجا. رفیق دونگام اینجا کارم اینجا کجا بالا خون بشیم؟ کفترام جلده اینجاست. بس لاغه کار تو از جلال جدا کنی. میشه من حالم خوب بگم میتونی برینی تو اصلا من بعد میگه چرا لا اله کلا هیچ حرف من برات مهم نیست نه. یعنی هیچ حق ندارم ازت بخوام. چیزی بخوا که بشه. چته تو امشه؟ مبینا رو ببریم پیش روانشناس. کجا ببریم؟ بچه رو ببریمش دکتر. روانشناس بابا مریض میشیم پول نداریم بریم دکتر یه آمپول واسه ما بزن. حالا میگه بریم روانشناس بشنه جلومون 2 ساعت فک بدن زر کنه. اومدیم و یه وقت اینجا ما حواسم بهش نبود اتفاق چیزی افتاد صداش در نیامد. تو کوچه بچه عرضکش گرفته بودن فقط همینجور داشت بر نگاه میکرد مثل ابر بهار اشک میره. منتظرم کفترم تخ بزنم 2 تا تخ کفتر بشنم خوب میشه دیگه. من خودم بچه بودم قد دیر زبون وا کردم. کفتر چیه؟ مبینا بچم زود حرف افتاد. از وقتی ترسید اینطور شد. مامانت قدیمی یه چیز میگه تو چرا؟ این قدیمی هرچی گفتم درست گفتم. من نمیبینی عطاری الان وضعشون دکتران بهتر برای چی اینجوری؟ برای همین دیگه. اصلا بذار با پول دستمزد خودم ببریمش. بله تو خدا با هم پولی که میخوای بدید روانشناس بده من همین حرفا رو برات میزنم این بلبل. ها؟ بیمه داری خانم؟ نگرفتی که. راست میگی. حالا عیبی یخ من آزاد حساب میکنم. اجازه بدیم من ببینم این دختر شما 2 تا تخم کفتر ابلق بخور حالش خوب میشه 150 تا. بابا ول کنین حوصله داریم بخوایم رایل این بخوایم بیاییم مبارک. ولی حیف بودا. همون بهتر که کوتاه باشه. واه تو عاشق مامات بودی؟ من نمیجام. راستش رو باید جن ترسیدی؟ کاش جن بود. درود بیاد مرد. اصلا فکرشو نمیکردم که آدم به زندادش زنش نظر داشته باشه. چند وقت بود همینجور فکر میکردم سر گوشش میجوم اما اصلا فکر نمیکردم تا این مردی که سیریش خود تو چه زودتر نگفتی؟ چون تو حالا کاری نکرده بود که چیزی نگفته بود. فقط حس میکردم یه طوریه. گفتم نکنه من اشتباه میکنم. همونم بعد به من میگفتی. الان گفتم بگو چه خاک به سرم بریزم. همین گیر داده بودی من اینجا برید و ایناره. انشالله خدا رسواش کن بقلی. چه خبر خونه نصرت؟ کفتر گرو میبنده. بعدشم نوبت علی. هرچی پول در میاره میبره میرزه چون مسترام. انشالله رو بگو چقدر پوز میده با اون شوهرش. اسکل بدبخت. بدبخت چه میدونه خب.
بعد اون همه که مسخرش میکردن میگفتن رو دست ننه باباش باد کرده، یه خواستگارم نداشته، بالاخره تو 35 سالگی پیدا شد گرفتتش. تو بودی دلت نمیخواست اقل کم پوز بدی، عقدتو خالی کنی؟ موچاشو از اینجا تا اینجا کرده پر علنگو. شهلاتی که سرش به آسمون رسیده خانم. ببین این حتما از همین با زن قبلشم طلاق کاری کردن، زنه بهش رو نداده، این انداخته گردن زنه. تابلوه ندی خانم سلطان میگفت زن زندگی نبوده، زن قبلیه همش فضولی جلالو میکرده، بدبیل بوده. بابا میگفت یارو 19 سالگی دومات کرده. خب این افتاده تو زندگی وقت اشغال نداشته، حالا اومده بنک کرده به تو هم ماشاءالله بر و رو داری. دوستو چه که علی هم پاس کرده زیر دینش. کاش علی یه آدم بود میشد بهش بگم کل خره، میترسم قیامت بپا کنه. نگیه با جورچون بردرگوشی میشه ها. بابا جورچون راهله بکری. بله جون به زانو هم نمون دیگه. خب مبینه که به حرفن گوش نمیده که دخ کشم کرد. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ خب علی با 1000 دنگ و فنگ و بدبختی رفت تخم کفتر گیر آورده بریزم به تو حلقش. تخمه جن هر کاری میکنم کشتی رو شدم نمیخوره، دهنشو قرص بسته. کی خونه است؟ کی میخواد باشه؟ شلا مبینه و من. کسات کوتاه کردی؟ بله. بیا تکلیف این دختر روشن کن. اشاره بسته زمینشه چطوره که رفتی اون بالای تو ما رو بریو کردی؟ یا اول فصل مبینا چطوری رفتی اون بالا؟ سلام شما. بیا پایین، بیا بغل مامان، بیا قربونت برم. میافتی ها؟ بیا کفتن این بساطا رو نداری که والا من به هر بچه دادم با اشتا این دور دهنشون پاک کرد و خورد. کفت مکار افتاد. مبینا جان مادر اینم مثل تخم مرغ آبپزه که دوست داری، فرق نمیکنه که. بابا آسی میکنی آدم همه. بیا پایین دیگه. من نمیتونم که تو بیا. بعد باری شوردی خیلی نوره. مثلا تو جوجه گنجیش کی؟ منم مادرتم، دارم پرواز میکنم بیام غذای جوجه گنجیشکمو بدم. تو لونه رو درخت منتظر موندی مامان به به خوشمزه بیاره. آب باری کنده. بده من پایین ببینم. سلام. سلام جلاله. چه خبره؟ گنجش که داره به جوجای تیتش مامانیش تخ کفتر میده. ای به تو کله بابا اینن سوخته. من نمیدونم میتونه اینجورکی میکنه. خب زنگله. بیا یکم دیگه بخور، یه گلوب دیگه بخور همش مامان. خورد؟ آره خورد خدا رو شکر. دوست بار دیگه باید بیرسی به تو حلقش تا افاقه کنه. یه چند مال سیاوش بیریز. بیا پایینمو. بیا خوشگلا. بیا دختر گل. بیا قربونش برم. آخ جان. نمیخواد خدا میشورتش. حلال کنی تو رو خدا، اذیت کرد. بابا خونه شلا گوش بار کرده بمونید به علی هم میگم بیاد اینجا دیگه. قربونتون شلا آبستنه سختش میشه. واسه علیه که نهار درست نکردی آرایشگاه بودی. خب بچه میاد گسنه است. بال چی میخوای بری تو؟ راست میگه راهل خانم. نه تشکر. به علی زنگ میزنیم اگه گروبندی پاشه بیاد یه لقمه دور هم دیگه ما میخوریم. که نمک پروردیم همش خونه شماییم. از دیشبم غذا مونده حروم میشه. با اجازه. با اجازه. چه خبره بیرون؟ چی شده؟ بابا چرا لعنت میزنی؟ میگم راهله نیست خونه. چه شده؟ بیا بابا اینا دو تا راهله که نرم که. ببین چی کار کرده صورت راهله؟ هیچی بهش نگو بزن فضولی جونش دارم. یه کار میکنم گیست و سر نداره. دست با تو بود. فقط راستشو بگو. جان مبینت راست بگو. آره با من بود. چطور مگه؟ کجا بودی؟ بابا اینو جوابشو میدی فهم میکنه آدمه. علی آبادم شهریه محلش نده. صفت تو رو من وای میسم. هر روز من روز کنیم گوری بلند میشی میری یه لنگش تو خونه است یه لنگش تو کوچه خیابون دختر قریشمان. آدم بگه کلا خودتو باید نبرش. چه کذیبا؟ چرا حرف برش در میاری؟ میگم از تو با من تو آرایشگاه بود. این حرفا چیه؟ دزدی یعنی چی؟ تا 2 روز رفتم خونه مامانم نه قلف کشور باسکتبال لوسید. ندوزیدی؟ بابا بیارم خودم بوده. بابا گفته میره خودم از زین بوده منو نمیده. من از تو خونه تکش همون چرا خاک مادرم. دوایی گشتی من بابایی منو گرفت دسته. بسته دیگه. زشته. الان شنگه را انداختین. فیروزه دستمزد دادم به بابات. خودش بیاد میده. من نمیدونم بار چی که اینقدر نارانه کردین که چی
بشه یارانه عزیز یارانه حق نبودید حرکت شدین به تو خیابون برین آبرون بره حسنه رو آبروشو بردین بال محل آبرون ایزاشین یه سلوات بفرستید بفرمایید نخود هر کلم از خانه خود بفرمایید سر کاراتون بفرمایید خانم بفرمایید ببین چی میگم فیروزه رو بردن خونه خودتون اگر اینو بدم با هم تو اون خونه این سگا رو بدونم میپرن من علیه رو میبرم خونه علیه بریم خونه ما خدا وکیلی میخواست بزنه دختره گناه داشته به خیال که من خرم نبینم یه وقتی بیافتی دنبال این دختره اینا به احساس نیستن دیدی چه علم شنگی را انداخته چنگول کشیده اینا زن زنده ای نیستن اینا ننشم از آقاش طلاق کشی را نمیداد گفتیم مامانش آدم خوبی بوده و نه تو خوشی زده دلش بچه و خونه زندگی شده الو جواز خویی تو از ابی خبر داری؟ نه با جواب تلفن من نمیده آره اصلا من هرچی بابا اینا رو جمع کن رفت تو پام چی کارش داری؟ شما خونش نداری؟ بچه خاله با فکر کردم من بچه هم خرم نمیفهمم بیا اونجا چرا میترسی؟ خر که نیستم بابا خاموش میکنه نه نمیخواد ول کن گفتم نه شمارش پیدا کردی فقط بفرست باش خداحافظ جا گر زدن برو بالا چیز میذار وردار بیار میخواد بارون بگیره قطع بده تو گوش من دوباره میخوای گرو ببنده باز باید ما رو دیوونه کنی خود بیامرز ننم هر ماه یه بار به تو پا دستات حنا بگیر هم قوه داره هم پوست دست رو محکم میکنه دیگه امشب بی درد میخوابی اشالله خیر از جوانیت ببینی ننه اشالله دست به خاک بزنی بالت الماس بشه من دیگه اون سلطون قدیم نیستم من دیگه دارم داغون میشم دیگه از بین رفتم ننم والا از من سر حال تری اومه ولی مادر علو میگیره اومد تکونش زده خب ویکس میزنی باید علو بکشه دیگه یعنی داره خوب میکنتش بازم قد شد دیدی داشت دختر چی کار میکنه چه جورکی شد یه دفعه دیدی از دستم رفت خب بگو تو وقت گیر آوردی رفتی کله پشته بود میخوای بریم بچت بندازی چه طوفانیه آقا جلال به تو این سمنی جشن ناپاک افتاده که اینجورکی شده اشاله بکن بیان اشاله چشم حسود کورشه ببین چه جورکی پام شکست بالا همین چشم و نظر هست مسلمه جونم شلنگ آبو بیار شیرینه سر سفره رو بگیری چون
یه قسط بدیم به این دیگه ببین چجورکی میشه. بعد دور انشالله. چشم ناپاک دور انشالله. قسط میدیم. غسل سر، غسل پاکی، قربتن الله. اصلا بگو از این به بعد منم دلم میخواد با راحل کار کنم. نمیشه که آخه. یعنی چی که نمیشه؟ آقا جمشید چه خبره؟ آقا جمشید مامور آماده جواد غلط کنی یا سمدا مرتضی یا خدا بابا چی شدی؟ آره خانم میتونی وسیله بیاریم خونه شما؟ باشه بذاریم تو حیاط هستن آقا چه ایراد داره؟ بیروزه بازه دارو با کن بابا نفه درو باز کن رفت دوباره گفت کن کلیدش هم بذار رو در بمونه. خدا نمیشه آخه اینجا بشین. چه خبر بابا؟ مامورا بداش بابا اینم دست سرم برمی‌داره. آره خانم من اینو میبرم با ببر حسن آقا این حرفا چیه؟ قابل‌دار نیست. دست شما درد نکنه. راه من رفتم. کلیدو میذارم دم در. باشه بذار همونجا بمونه. همه چی جمع کردی؟ آره چیزی پیدا کنه خودم اسم بزنم بکنه آتیشه گیری نه با جمشید سرمونه آقا تو پیچه آقا جمشید سویچ موتور تو من میزن تو هم این تازی وقت شکار ترمز جلو نرو آقا این آتیشا چیه اینجا؟ من کجا واسه بدونم لابد بچه‌ها درست کردن ببینم دیگه بساط شور و ترشی و اینا که راه انداختین اینجا کی ما؟ نه ما حالا خب 10 دفعه مشتو گرفتم تو این مرد آب چیه ول کردین وسط؟ میبینی بچه‌ن دیگه آب تنی میکنن آب مفت تخم سگ بابا منم روز بیا پیروزه بیا ایسه جلو اونا جمشید مادو چته باز تو؟ مادو نجس که زندگی ما این موشه دیگه که این که نهید کجاست؟ تو کمد رخت خوابا این چه سرقه چادر کو نجس که زندگی بخندین سر شما میاد همین روزا صبح از خواب باشیم ببینین جای شوهراتون موش بره دلید ببین من که زخ نبود از ببینم بک تو خونت مرگ موش یا نیزشتی چرا خانم سلطان همه چی گذاشتم چسب موش مرگ موش تله موش چه میدونم از کجا میای خاک بر سرا دست در کنه خیلی قشنگ تو خوشگل میشه پدر سوخته هرچیمون پیشی بهت میاد پشمش پولش خودم بدم چیش کل دستمزد ما تا دادی واسه این دلم نمیاد من بازار جورابا افسدیم دیگه خودم دلم خواست برات بگیرم نه اینجا هم دلم خواست برات بگیرم نمیدونم اونجوری عشق بریزی ها من ندیزنی که چجور جلو خرط بقیه آفتابه گرفتون شما حکیم هم نمیم خدا وکیلی کی حرف زنبابا رو میخونه مفتش رو این پیشونی رو ببرم وگرنه تو کلاسمون یه دختر زنبابا داشت من مادرم بهتر این اسمش زیباه این ارزاق شامی مونه نکبت خیلی خودتو اذیت نکنه سر کوچه پیادت میکنم یه وقتی که میبینه شر میشه تو کجا؟ هیچی برم یه دور بزنم تو برسی بعد موتور آقا جمشید رو بدم و برم پی رستوران بی پدر گفته از ساعت 7 باید بیام اینقدرم تولد زیاد شده دیشب یه عروسومات اومده بودن اونجا دیگه کف انگشتام دیگه سر شده بودن انقدر دف زدم بمیرم باشه؟ نکن شیطونی نکنی شیطونی میکنم چیکار تو خود قد سخت شیطونی بس یه انتره کجا پیدا شدی اوی؟ سرم شد میره میذاره کف مشته بابا میخوره کیه این مگه؟ چی میگی بابا دم باز کنه بابام شهیدم میکنه الان بره چوب بندازه تو مرد زیبا دیگه من میذاره خوشک گلو من بره پایین بقیه هم لابد فکر میکنن هر زری پشت سرم زده راست گفته دیگه
راحل خانم. علی کی میای این بر؟ داره شهر داری میام واسه سنپاشی. الان میام. ببین این هفته گروبندی دارم، میخوام یه خورده کفتره رو پر بدم بعدش میام. بنداز اون گوشه. همونجا دم داره. کنار ده. ما اولین جگر سفیدا رو میندازیم، بعدم میگردیم لوله‌مونه هاشون رو پیدا میکنیم، مسدود میکنیم دیگه. ان شاءالله تو همون فاضلابا سقط میشن. حواستون به این بچه‌ها باشه، دست از زننده اینا سمیه، خطر داره. شما نگران این داستان نباشید، کاری کن افاقه کن از شر اینا خلاص شید. افاقه میکنه آقا. شر موشا. بنداز اون گوشه. گرفتیم آقا جلو. مریض میکنه اینا هممون. نمیشه ببری تو بیابون ولشون کنی؟ آقا چه بیابونی؟ گناه دارن، حیوان خدا نخه. آقا حیوان داریم تا حیوان جسارت نباشه البته. به چشمم میگم اینو کل زندگیمون رو جویدن فاتحه. من نسبت آقا اینو دارن تو رخت خواب آدم میام. تقصیر خودشون نیست که موش شدن. آقا بالاخره چیکار کنید؟ بکشیم یا نکشیم؟ اینم راه اومدیم. بکش آقا بکش. شنیدی؟ الله. تو بغلم انداز توشی. برو سمت شیر. یعنی درجه 1 میکنه این ما. هم روغن کم میگیره، هم چی طلایه میکنه. مبین عمه داری براش لباس درست میکنی؟ کمه واموندم نمیذاره. من خودم براش مینداختم زیر چرخ. نه خودم میدوزم. هنر برام نمونده. بقیش بذاریم بر فردا. حالا این چند تا که پیس گرفتیم بذار تموم شه. چی میخوای درست کنی؟ نمیدونم. کردم مثلا کوکو. حالا خیلی وقت داریم. علی و جلال 2-3 ساعت دیگه میان. قربون دستت. میری پشتشو بکشی؟ من که شکرم تو دست و پامه. خودم به این مکافاتی میشورم. باشم مویه ورداشته الان بینگا رو سرش بذاره. آره بابا این حرفا چیه؟ خودت هم هر وقت رفتی همون بگو بیام بکشم پشتش. سه در نکنه. دارم چرا اینقدر پام ورم کرده. منو ببخش. 1000 دفعه بهش گفتم اول آقا به من بعد باشه. 100 دفعه منو ببخش. مبینا خدا بیا پای مریچه گرفتم. نوازد یه کمک بده سیارم ببرین تماشا دلش نگیره. آقا جمشید. بله. من میرم. یا علی. چه رسیام هستیم در بس. جرا بکن. ببخشید سیار خانم من برم.
خداوند یکتا در این جنگل‌های آمازون چه خلقت کرده؟ چی آفریده؟ اینا مارهایی هستن قوی، اما خداوند یکتا اینها رو نیافریده که انسان رو از بین ببرن یا به انسان صدمه برسونه. از تمام بدنین استفاده میکنن، دارو درست میکنن برای بقای من انسان. بعد اون موقع خداوند حکیم از انسانم یه جو معرفت خواسته. حالا میذارمش داخل این، موشو بندازم داخل بگیره، همه ببینن، یه تفریح بدون گناه کنن. چی میشد این یه بار ما را میبردی؟ دلمون گرفته. گفتم نه دیگه، باید برم بار بزنم برگردم، عجله دارم. امروز کفتار رو گرو میبندیم. جا داری که؟ بس اینه که تا ساعت 10 باید خودم برسونم خونه و شبون. بچه ها میان داور رو میارم برای گرو بستن. اوقار بخیر. دارم میرم خرید واسه سیسمونی. بابا منم باز برم پیش مشتاق میکنی باقی پولمو بگیرم. چند جا دیگه هم کار دارم. حواست باشه جریمه نشی. نه حواسم هست. چیزی از قلم نندازی این همه رو داری میری. نه خیال تخ، همه رو نوشتم. شهلا اومدی تا پایین محل زنگ بزنی بیام دنبالتون. یا ما خودتون با باربندید مانند نشین بیان. خودمونم میتونیم بیایم ولی اگه دوست داری باشه. خب من که نمیتونم بیام با این پا آشلاشه بینم بینی. هم فشار قبل دارم، همینم که پام همه شکسته. ولی چی من خودم بیام؟ آقا جلاله بیاین دنبالمون. آقا جلال امروز میاد برای گرو بستن؟ من وقتی مسخره بازی‌ها رو دارم. نری؟ بچه‌ها چشتون به سیاوش باشه من نیستم. چرا نمیره باش؟ منم نه. چرا نه؟ بله. چرا در قفل کردی؟ بیا بابا گند زدم. چی شده؟ تصادف کردم. با ماشین؟ نه با هیکلم و ماشین دیگه. 400-500 تومن افتادم تو خرج. خودت که چیزت نشده؟ نه من پولشو از کجا بیارم؟ چجوری به جلال بگم آخه؟ فدا سرت. یه کاریش میکنیم دیگه. بند و بسط منو تو اتاق میدی؟ برم دیر شد زنه گفت همه اومدن. وسط قاراش میش گیرو بندی. فقط خدا کنه ببرم پول ماشین جور میشه. ایشالله. آقا قرارداد ما بین علی میرزا اصغر و نصرت جودکی. آقا منعقد میگردد که تعداد 122 تا کفتار ان شاء الله با امید خدا دعوا میکنیم. داشت قوچگیرش چند تاست؟ 2 تا قوچ. داش مسلم تومونش چیه؟ آقا 20 تا شاخه گل نوشتیم 800 تا هم رد و بدل میشه. داش علی چند تا پربسته داری؟ پربسته 17 تا دیگه، 7 تا رو کف، 10 تا رو گنجش. ای حل داش نگاه کن. ان شاء الله استاد اومد. ان شاء الله که بر جفتتون خوب باشه، کفتارا شما هم بپره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابلغ سرخ. سب کن این مغلاف پر خالی کرده. سب کن یکی دیگه بیارم. بیا سگ جلد. کلدار. اوست نصرت دنبه کنده است. بعد جوری با من کل کرد. بعد رنگ. بابا علی جان نه بیا بذار بره گرما بیا پخته. جوجه یه پری و مهر میکنم به افتخار هر چی اشبازه. بذار.
هوش یواش هوش 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 والله سرجم کفترادی یه ساعت رو هوا نیست فکر کوسه ابلغ تیکه پاره آروم بزنی آروم 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 آها آشالی 5 دقیقه وقت داری. شما 5 دقیقه هر کاری کردی. آشالی 5 دقیقه شروع شد. از الان 5 دقیقه هر کاری کردی. یا علی. بفرمایید. بفرمایید. بیشتر وقت نداری ها. چشم. آقا بسم الله. آقا برو ماشاءالله. برو ماشاءالله. شبیه از خیابان نجف خوابیدم در عالم خواب را بشنیدم ای قافل سالار عرب ماشاءالله 100 بار گناهان تو را بخشیدم بریده باد زبانی که نگوید بر محمد آل محمد صلوات. داشالی جوجم زدی؟ هر آقا چند تا؟ 7 تا چی هم؟ تکمره اون ابلغا پشت همن؟ بله آقا جوجم؟ جوجم بله باش آداوا حواست باشه این کفتر ارزی ناموسن کفتر ارزی ها کفتر من داداش دیگه تیردم سیفت کفتر توه دیگه حرکت راستش قرمزه داداش راست و چپ تشخیص نمیدم ها داداش کفتر باید بشینه فتوا شو دیگه بشینه این حرفا نیست اصلا زیر 4 ساعت حساب نکن باش تو رای نیار خوب آقا داداش کفتر سربالاشه من میرم پایین ها شیر دمت گرم بعد آقا بفرمایید سیاه خوبی؟
کدوم؟ اون بالا رفته؟ آره اون ابلغه اونهاشون بالاست. این دم نداره. ببین امسال برای جوجه مهر کردم بفهمی کفتر یعنی چی. زیر دور کفتر نریم خدا بخواد. کفتر هوا نمیکنی تو کلاغ هوا میکنی. غاز چرونی بیا برو با غازت ببین. ببین زیر 6 ساعت برای من هرزی بنویس. خوب اینجوری دوست داری؟ نکن بابا میزنه بیرون ها. دو تخم میذاری یا بعد کل نکن. ها کل نریم بابا. داداش کل نکن. بگو نه. صاحب شما معلوم میشه چی گفت. بگو کفتر کل مافی. آسان نگو ولش کن. آره ندم بیرون دیگه. زوم به بابا نه کاری ندارم. شما بفرمایید. کاری ندارم. بفرمایید. پشتمون داور داره. باریکلا. برگشتی لقمتو بخوری؟ نترس آقا جلال چرا اومدید؟ آروم باش، فقط اومدم دو کلمه با حرف بزنم. تو رو خدا برید بیرون. من چه سلمی با شما دارم؟ این کارا چیه میکنی؟ چرا با اینجوری حرف میزنی؟ خب منم آدمم، دل دارم، دلم میلرزه هر دفعه میبینمت. تو هم آدمی دل داری. من که میدونم تو هم من خوشت میاد. چی داری میگی؟ برو بیرون. بنویس آقا یکی نشست. یکی دیگه. فکر تا این ور نشست. 6 تا حالا باید نوشته باشی. آقا یواش خواهشاً ساعت نیمه اشتباه نکن. بنویس آقا یکی نشست. اولش به شک بودم، اما بعد فهمیدم تو هم منو میخوای. من نگاهت، رفتارات، اون خندهات. من هیچ وقت این کارو نکردم. اگه هم کردم داشتم زندگی خودمو میکردم. بی خود به خودت گرفتی. بعد جوری میری تو شکر من. اینم یه جور ناز کردنه دیگه ها. تا حالا هیچ کی اینجوری تو روی من ما نستده. زیر پای کفتر رو خالی کنید. بفرست سلامات. کفتر رو شیب کردن. نگاه دیروز چقدر گفتم نذارین انقدر زور بزنن. خدا وکیلی درد دارن بدبخت. داداش این سرور نپریده. از صبح تو پاشوی کفترها حواسم بهش بود. رفت کوه هست. بنویس آقا. بنویس دو تا دیگه اومد. آقا یکی پس دیگری داره میشه. اونی مردونگی داره تو زندگیش که زانو جلوی یه زن نلرزه. اما حالا زانوام لرزیده. کاریشم نمیتونم بکنم. منت اون زنم هم دارم. تعصبش هم میکشم. اما دیگه چاره چیه؟ اسیرم کردی لامصب. گیر کردم. کار زندگی افتادم. آخه چی میترسی؟ ها؟ نه با این کفتر پریده ولی تایم کم بوده. باش کمری کفترم شکسته. 10 تا ارزی داشتی. 900 همینجوری 3 ساعت پیش زد. یه دونه ارزی داشته. من که میدونم تو هم منتظر من بودی. فکر نکن نمیفهمم. شعلا بهم گفته چه دیدنشو نداری. آخه من بگم بنده خدا جز من چی داره که تو حسرتشو بکشی؟ همتون دیوونه اید. یه تختتون کمه. من هیچ وقت به شعلا حسودیم نیومده. برو بیرون تا جیغ نکشیدم. تو اگه میخواستی جیغ بزنی همون دفعه اول جیغ میزدی. اگه منو نمیخواستی دفعه پیش به علی میگفتی اومدم سراغت. اما نگفتی. و دیگه ناز نکن. اگه همین الان نره خودمو میکشم. اینم ارزیه. چی میگی باز خودت؟ 904 هوا کرده 4. تو کل تابستون هوا مثل امروز نبوده. سر سگ بدنی بیرون ما کفتر هوا کردم. آره والا منم 900 ترقه زدم. حالا من هیچی نمیگم. من زدم. آره تو زدی. آره تو زدی. یکی بیا شهادت بده آقا من ترقه زدم. ببین من کسی هم که ترقه زدم دیدم داداش. ترقه بزنه که نمیازی پات. اون کفتر درش به بومون میخواست بهش ترقه بزنی. داش خودش جر میداد. والله خودمو میکشم. صدا تا بیار پایین. من این همه کار کردم واسه تو میکنم.
هرچی علی بهت نده که من میدم. محبت، توجه، پول. کفتر داشت خیر میگه خودش میکشون فاز خواهم نگه کفتر. بابا این گروبندیه. الله کی این گروبندی به والله این نامردیه. من ندیدم کی زد ولی هر کی زد بی شرف و بی ناموسه باشه. هیچ کم نمیفهمه. مگه همینو نمیخوای؟ بعد دیگه بد قلقی نکن جون مادر. ناحق نگو دیگه آقا. اصلا من نیستم بابا. ایستام یعنی باختی. آره ببازم. ببازم این بهتره تا این بازی. تو زن نیستی. یه پارچه جواهری. ای دستش بشکنه علی که هر دفعه دست رو این صورت مثل ماه تو بلند میکنه. گفتم برو بیرون بی همه چیز. این گروه از اولم بودار بود. خب حرف رو کم کنیم بود. بگم از اولم نمیخواستی کفتر رو بکنیم. آره آدم زندگیت بابا. آقا این حیوانم چیه؟ نپریده. بده من بابا فقط همینو برده نپریده. بابا اینم پاش طاقمت توکش مرمه 1 گرم گوشتم نره. داره کف میرینه. ندارم وافت رو بدم ببینیم بابا. این کفتر داشت دولیه یه شیه نپریده. الان ناموسا اینا کفتر اگه دفتر نتیجه خواه رنگی میده. بهتر از تو یه سری آشغال گله هم کردم فکر کردم خبریه. دیشب نخوابیدی آره؟ داری حرفیو میگی؟ آقا معدل نصرت شده 5 و 10، معدل علی هم شده 4 و 3. تموم. صورتم باز کن یه صلوات بلندم خط کن. حضرت عباسی این قبول کنه خیلی چیزا رو قبول کنه سیاهی کرده. من نوکر شما هستم روش ماش می‌کنم میرم. هر چی شما بگی من قبول ندارم. من قبول ندارم. تو چیکاره قبول نکنی؟ هی میگه قبول ندارم. داور میگه نپریده. تو چی میگی؟ دادیات نکن بابا. بشین نمی‌کنم. تو اینطوری از تو من هستی جایی بده من بابا نخواستیم. پول منم بده نصرت نوشه جون خودش و زن و بچه‌اش بیا تو جرزنی تو جرزن جد بابا وایسا علی حرف از سرت بفهم علی حرف دهنت نبوده کفتر ریغو تویی؟ چی شده؟ وقت باختی همین میگم باختم. خب چی نیستش اب نداره اب نداره بدبخت شدم. پول درست کردم ماشین از کجا بیارم؟ جلال دیگه مغازه‌ش هم اینو دستم. تو چته؟ چی داری قایم میکنی؟ ها؟ ببینم دستو. میگم ببینم دست. تو چیکار کردی؟ من نمودم تو چیکار کردی تو؟
حرف بزن دیگه، میگم حرف بزن. چند بار بهت گفتم از این خونه من وامونده بریم. 100 دفعه التماست کردم نمیخوام با آقا جلال کار کنیم، نمیخوام بیاد توی خونه، نمیخوام چیره خورم باشیم. هر دفعه خواستم بهت بگم ترسیدم. 100 دفعه التماست کردم بریم از اینجا. الان خوب شد. من دیگه یه دقیقه همیچه میبینم. چی شده رائل؟ چی شد؟ میگم بگو چی شده رائل؟ بی‌ناموس! بی‌ناموس! حرومزاده! چی شده بکی؟ بیا بیرون بی‌ناموس! بی‌ناموس! بیا بیرون! بیا بیرون! خود بوریه! ببینم چی چجوری رود شد؟ چجوری جرأت کردی؟ چجوری تونستی اینقدر لاشی باشی؟ علی هیچی نگو که به زن داشت زن خودت نظر داشته باشی حرومزاده. علی میفهمی چی داره میگی؟ چجوری تونستی لاشی؟ علی میفهمی چی میگی؟ رائل مثل خواهرت بود حرومزاده. میکشم وسط همین کوچه چالت میکنم. اعلام کن. افتخار منو سکته این اولین جانو جمشید اولین جانو تو گردت میدم میکشمت همینجا چالت میکنم. بگی مرتش خودت دیدی. خب گمشا برو تو خونه خفه شو گمشا. گمشا برو تو خونه. برای من گمشا تو خونه داری شما رو میکشی بابای بچه ها. ببین اگه اون چیزی نمیگه نجابت میکنه. خاصه رگشو بزنم. کار به استخونش میرسیدم میفهمی. هارکش میشی؟ به تو خیابون هارکش میشی؟ بارو شوهر رفتی چاقو برمیداری؟ به خونه نجابت میخواست میده. گفت اون نامرد بیشرف هیچی ندار. میخواسته بهش استغفر همین من یه قلب خاک بست. اون میخواسته خودشو بکشه. به خاطر همین این پاپس کشیده. اگر معلوم نبود چه غلط. دهنتو گل بگی. هر کی هرچی گفت باید باورت بیاد. من مغز خر خوردم وسط روز روشن این کارو بکنم. ساقیت که سگ هارتو دیپاچه میگیری. من باش تو واسه قصه خوری کردم. من از اون موقع که رفتیم همین الان برگشتم. همه شاهدن. داره دروغ میگه. حرومزاده. این توی بچه تو شکرم داره راست میگه. اومده بود دنبال ما. قبل شب که رفته بود دنبال کارای مغازه. خودت که خبر داری چرا داستان رو انداختی؟ میذاره پای نفهمی. شلوغ خفه شو. مگه نمی الان یه بلای سر خودتون تخم سگ تو شکمت میارم. سگ خیال با اون زن نانجیبه. اسم زن منو نر با اون دهن نجسه حرومزاده. خفت میکنم همینجا برم. حسه بیاد ببینم چه گویی میخواد بکنه. سیماش قاطی کرده. آخه اشکول دارم بهت میگم من اصلا خونه نیومدم. زنگ بزن مشتبه میکنی بگو جلال سر زور اونجا بوده یا نه. بعدش هم یکی بعد توی کوچه وامونده من دیده باشه که رفتم خونه تو. آقا کسی منو دیده که برم تو خونه این؟
حرومزاده. توف تو اون همه زحمت که من واسه زن و بچت کشیدم. توف. دستتو تا اینجا تو اثر کنی بذاری دهنشون گاز میگیرن اینا. آی ببین فجوره که کنده زیر سطور شدم. ای راحله اشالا داغ عزیزتو ببینی. راحله اشالا به زیر خاک بری. راحله اشالا داغ دل ببینی. اشالا داغ پدر مادرت خبر مرگتو بیارم. بارچشی باهتون میزنی. زندگی بچه من نمیتونی ببینی خوشه. نمیتونی چشمات بخواد دمت. ببین چجوره که باهتون رو دروغ میزنی بال بچه من. نمیتونی ببینی بچه من خوشبخت. چی داری میگی؟ وقتی من رسیدم داشت مثل بیت میلردی میخواست خودشو بکشه. با تو چیه؟ علی تو رو اول فقط خفه شو دیگه. من که میدونی ماشین از کجا آب میخوره. همیشه حسرت زندگی منو میخورد. من میگفتم گناه داره. چه میدونستم از زور حسرت. من دروغ میگم. من دروغ میگم. پارچش قطعم به عشقتم دم مشکته. زشت راحل خانم، زشت خواهر من. درست نیست، ما فک و فامیلیم، قوم و خیشیم. منو قاطی حسودی و خاله زنکیاتون نکنید تو رو حضرت عباس. اگه علی سر زندگی درستایی واسه نساخته، عباس که چشه تو زندگی شهلا باشه، زندگی ما رو نابود کنی. به خدا گناه داره، به پیغمبر گناه داره، به والله گناه داره. جمع کنین برین خونتون، زن و بچه مردم اینجا وایساده. برین، اباحت داره. بفرمایید خونتون. دوباره من میام. من دروغ نگفتم. من دروغ نگفتم. ایشالله تیکه تیکه بازی کن. برام زیر ماشین اگه بازی کن بال ما. ایشالله اگه دروغ گفتم خونناک بشه. گلومو بگیر. ایشالله خدا بچه و ازم بگیره اگه دروغ گفتم. قرآن بیارید. قرآن بیارید. قرآن بیارید دست رو قرآن بذارم. قرآن بیارید دست رو قرآن بذارم. من دروغ نگفتم. من دروغ نیستم. من دروغ نیستم. من کارا چیه میکنی بابا؟ برید بابا بکن دیگه. ای میگه اصلا نیومده خونه. این میگه که اومده میخواسته خیت کنه. این چه بعدشه بابا؟ لا اله الا الله. ایبا برو یه قرآن برده بیا. با تو هم میگم گم چه یه قرآن بیار. رحمت شیر مادرش. بله شما درست میفرمایید، تقصیر خود منه. فدا سرت آقا جلال. فدا سرت. 100 تا بهتر از اینا رو میگیری. بودو بابا بودو. دیبا. آقا جلال خاله یه کار بیا ولش بیا آقا جلال. دستت درد نکنه حسن آقا، دستت درد نکنه. یعنی من دارم دروغ میگم؟ ناسلامتی من سرپرست شورا محلم، کلی آبرو دارم. این چه بنده بساطی راه انداختین؟ یکی بره همینجوری رو هوا محتوم بزنه شما بری قرآن برداری بیاری؟ قرآن به اون کمرت بزنه. دو روز روشن تو چشم آدم نگاه میکنه میگه میدونم آقا جلال. مگه نمیگی کاری نکردی از حسودیشه؟ خب قسم بخور قال قدر بکن تموم شده دیگه. من نمیذارم. مگه قرآن علکیه، کفاره داره، سنگینی میاره. من پا به ما حاملم. این کامل لعنتی هم که از بالا سرمون رد میشه. مگه هر کی تو اومد زد تو باید قسم بخوری. خودش قسم بخوره. خدا شاهده من از زور خونه نبودم. خدا شاهده من از زور خونه نبودم. خدا به پیغمبر قسم میخورم. من هر چی به علی گفتم راست حسینی بوده. دفعه اولش هم نبود چی. اصلا برای همین دعوا مرافعمون شد. من میگفتم بریم میخواستیم شلوه بالا شد. دفاع کن تویی. جنب سنختات کم کردی. اگه باره اولش نبود چرا تا حالا نگفتی؟ حتما خودت کرم داشتی. چون یه همچه امروزی میترسیدم خون بپاشه. حتی به فیروزم گفته بودم اون میدونست. مگه نه فیروزه؟ آره فیروزه تو میدونستی بهت گفته بود؟ چرا خفه خون گرفتی بنال دیگه؟ نه بابا من چیزی نگفته بود. به من چه؟ چرا منو قاطی دعواتون میکنی؟ خودم کم بعد وقتی دارم. برو کنار.
خدا کنه بابا برام کنید آروم باش ولش کن تو حالا بهم دروغ نگفتی ماجراش چیه؟ دروغ که نمیگی میگی؟ به جون خودت علی به جون مبینا راست میگم حرومزاده من آخه تو چی میگی؟ برای من افت داره تو رو بزنم خدا تو رو زده مردی که آویزون کف در باز زده ماشین رو داغون کرد دست میشو گرفته پس نیفته تو این فکر زن و بچه‌ت بودی صبح شب رو پشت بوم مردم گیری کفترات نبودی خونه اینو اونو دید بزنی اونی که خونه مردم رو دید میزنه توی بی‌ناموس من سرم به آسمانه الان دست منو گرفتن اردورم کردی شب میام بالا سرت جارگتو میزنم اینقدر منم نکن تو نیم منم نیستی فراری پاش بیافته میزنم کلت میکنم نابود چی بی غیرت من نبودم چکای سعید کسی با هفته پیش پاس کردم که نندازه دولفتونی حالا خرت که پل گذشت زنتو کردی قرون سرنیزه پولای من آبوله کنی نده آقا جون من نده فدای سرم فدای سر زن و بچه‌م فدای یه تار موی شهلا وای تو دارم میچنده به دستینا یه شیرپک خورده زنگ بزنید تلفنی بزنید به آقا رحیمه بگین آقا رحیمه بیادید شهر رو جمعش کنه مردن دیگه این حرفش برو داره الان میاد قضیه روشن میکنه بعد هر کار خاطی بکن دیگه جلوت هم نمیگیرن ول کنین بابا اومده با زیبا خانم دیدی چجور سکه پول شده خدا بهت رحم کرد اگه تو نزدی چه کاری بود آخه توی موقع فقط همین اومد تو مغزم کار دستم بود اونم داشت میومد جلو دلم اومده بود تو حلقم خب چرا جیغ نزدی؟ جیغ میزدی اینجوری دیگه نمیتونست بزنه زیرش نمیدونم خیلی ترسیده بودم فکر آبرو بودم کاش جیغ میزدم ولی نه باز فرق نمیکرد میزد زیرش برای اینجور آدم و کاری نداره بزنن زیرش که دیواره هاشو بلند فوری میگن خود زن خرابم با دورت جونت راهل تو رو جون مبینا قبلا گفته بودی به فیروزه دیدی اونجور سنگیشو به سینه میزدی چطور گذاشت تو کاست معلومه چه نفی براش داشته شما که چیک و پوکتون با هم بود نه کجا میتونی این راست میگه راست میگه من میدونم فقط یه چیز گیر بیار بند کن به فیروزه دهن آدم وا میکنن منم میدونم یعنی چی؟ والا استغفرالله ربی و اتوب الیه من سر کوچه داشتم دیگ میشستم خبرم اومدم بلند کنم بذارم لب آفتاب آبش بره نگاه کردم دم داره میاد مثلا به اصطلاح اینکه بخواد کمک کنه بنا کرد بلند کردن دیگو من یه لحظه نگاه کردم دستشو همچین خاک عالم به امام هشت یه بار نگاه صورتش کردم دیدم زل زده تو صورت من میخ شده چجور خدا مرگم بده خدا شاهده من تندی دستامو کشیدم همون روز این مرد از چشم افتاد آره دیگه من ترسم که به کسی حرفی نزدم که جمشید به فهمه کشتش ندی تا علی گفت چجور رنگ گذاشت رنگ برداشت مثل گچ سفید شده بود خدا شاهده به منم چند بار این حرفا چرت و پرت زده بود که فهمیدم خیلی آدم عاشق اسکلیه به حساب خودش مثلا میخواد مخ بزنه ولی منم چیزی نگفتم دیگه چی میگفتم ندی شعله به راهله گفته بود یقین کرم از خودش بوده بمیرم برات به منم میگفتن دیگه نمیگفتن هم ترس شرش حرف نزدم هم واسه اینکه نونم بریده نشه والا حقوق بازنشستگی حسن آقا که قرفر فیروزه بیشتر نمیرسه دلخوشی به همین آب باریکس بتونم بلکه بچه‌م سارا رو بیارم پیش خودم زیر دست زن بابا بزرگ نشه چه فرقی میکنه الان میفته زیر دست شوهرننه کیل بگیرن دهنتو والا خدا منم یه چند بار میدیدم تو کوچه خیلی نگاه میکنه بیا اصلا زبونم داد یارو انگار هیزه ولی خب آدم که نمیتونه اینا رو بذاره کف دست شوهرش و بقیه باورتون میشه سر کار بهم چی شک زد یه چند باری هم بهم حرف زد اما با خودم میگفتم آمو خیالاتی شدی
اگه اینجوریه که شماها دارید میگید حتما راسته. یا از سر کوچه میخواستم بیام ایور کوچه ها، رام کج میکردم یا میرفتم تو خونه او یا میمدم از ایور که حتی نگاه به نگاه هم نشم بهش. خوب میکردی. والا هر کاری دلش خواسته کرده. حالا کی بود من نبودم. خدا شکر به ما بند نکرد. بنیش تو نمیخواید چه بری. بنیش ما با کنیم بریم کیه. چه سنگینه. دعوا نشده باشه بس چجوری داره در میزنه. سلام آقا رحیم. سلام. به راهله بگید بیاد دم در. چشم. آقا رحیم، راهله راست میگه. شما هم من نشنیده بگیر، اما زنای دیم چی بگم، خدایا استغفرالله سر خودم نیا. زنای دیم هم الان خودشون زبون وا کردن گفتن. بی نظر نبوده. ما گناه کسی نمیشه رو. خودم نیدم، خدایش ما چیزی نیدم. میگن. حالا یکیشون میگه من خودش یه چی در آورده میگه. همشون دارن میگن. راست روش با خودشون. کیا کدوم زنا؟ اینا های میخواستن حرف بزنن، قبل تره گفته بودن. این زنه همساده از ترسشون هیچی نگفتن. حقم دارم والا. به این الان چه شری به پا شده؟ ندیدی حال راهله زنبسته؟ علی آقاتون او بدتر یک قشقرقی به پا کرد اینجا دمه ای کل خرابه. قمه کشید گرفتنش. این خط اینشون. علی آقا جلال هر جا ببینه میکشش. بهش بگیم بیاد. سلام آقا رحیم. سلام. سلام. باز همه چی از اول برام تعریف کن. رحم داداش شما باور نکردی؟ بالاخره شما حرف مادر خواهر خودتو باور میکنی نه منو. نمیدونم چطور ثابت کنم دروغ نگفتم، اما من اصلا نمیخواستم بگم که شر نشه. برای این همه مدت به علی التماس میکردم از اینجا بری. حتی سر این موضوع علی کتک کاری کرد، دست روی من بلند کرد، رومون تو هم باز شد. میدونی چیه؟ ولی امروز یا باید رگمو میزدم یا جیغ میکشیدم که جلوتر نیام. باز اون موقع از ترس اینکه شر نشه جیغ نکشیدم، وگرنه الان حرف منو باور میکردی. گلی یو گیرو بندی برگشت حال روز منو دید. همون موقع که برگشت من به خودم نیامده بودم، جوش کرده بودم، مثل بید میلرزیدم، رنگ به صورت من نبود. نمیدونستم چه بهونه واسه این دست حساب مرده بیارم که نفهم. اصلا این مغز من کار نمیکرد که اینقدر بهم فشار آورد. دست خودم نبود بهش گفتم. دیگه چه خاکی باید به سرم میریختم. رحیم داداش من نمیخواستم بگم که اینطوری نشه، ولی حالا که گفتم حاضرم این جونم رو بدم حرف منو باور کن. دارم به من جور تهمتی میزنن. آقا جلال راست تو چشام نگاه کرد میگه دروغ میگی. تو خود این حرفم باور کنه. من باور میکنم، میدونم راست میگی. پس یه کاری کن رحیم داداش، من تو شما غریبم، برو بهشون بگو. اصلا برای همین اومدم اینجا. اما تو کمک کردن تو چی میدونی؟ میخوای همین الان برم بگم راهله راست میگه؟ بگم دامادمون یه مرتیکه هرزه است که باید مثل سگ بزنیم بکشیمش، مرتیکه پوفیوز آشغال بی‌ناموسو. اگه اینجوری میخوای باش میرم بگم. اما دیگه کسی حق نداره جلو علیو بگیره ها. به ناموسش دست درازی شده. علی هم یه بچه قرتی ففول بی غیرت نیست که، یه زورآبادیه. چی تو این محل بالاتر از ناموسه؟ علی اگه یه جو غیرت داشته باشه که داره، باید درجا بزنه جلالو بکشه بره بالای دار. اگه اینجوری دوست داری باش.
میرم میگم تو راست گفتی. اگر ساکت بشین و دم بالا نیارم، همین جماعت و کل فامیل میگن علی بی غیرت، بی ناموسه، چه میدونم مرد نیست، اصلا رگ نداره. وقت هر مردی به خودش اجازه میده یه جور دیگه نگاه کنه. با خوبه؟ تو خودت عقل داری، شعور داری، فکر داری. ببین چی بهتر از همه است. چوب لا لجن نزن، و گندش میزنه بالا. میفهمی؟ این جماعت الان میخوان تکلیفشون روشن بشه. ببین چی باید بهشون بگی، اما یه چیزی نگی که بعدم پشیمون بشی. از ما گفتم. یه دقیقه واسه کارت دارم. من خودم از کثافتکاری جلال خبر دارم. تو نمیدونستن، شک کرده بودن. میدونم هیزه، چش چرونه. میدونم راست میگی، همش زیر سر جلاله. من میخوام زندگی کنم باهاش راهله. من حاملم. وقتی که دختر بودم کسی در خونه ننه بابامو نمیزد. همه میگفتن شهلا ترشیده، رو دست ننه باباش باد کرده. عزت نداشتم. همش حساس زندگی این و اونو میخوردم. حالا اومدم بعد 90 بوق یه روز خوش ببینم. اگه با یه بچه بیوه بشم باید تا ابد برای دل عزیز بپوسم. راهله، تو رو جون مبینا قسمت میدم، تو رو جون هر کی دوست داری، تو رو مقدساتت قسمت میدم. التماس میکنم، به پات میافتم، بذار زندگیمو بکنم. راهله،
من نمیخواستم اینطور بشه. آره من چشمم دنبال زندگی شهلا بود. هر چی گفتم از زور ناراحتی و حرصم بود. فهمیدین؟ خب منم زنم، آرزو دارم. برای خاطر حرص و ناراحتیم بود که اونطوری گفتم. رحیم کفتر زیر 70 توشون نیست. تکیه جا میفروشم. همه جور کفترم توشون دارم. توقی دارم، پی گردنی دارم، پیت دارم. خدا شاهده واسه خاطر نقل مکانه که دارم میفروشم اینا رو. اگه اینا به جور من بنده همه زندگی منم. الله یه جور سن هیچ پیدا نشد. زیبا خانم تو رو اون مقدسات آشغال نریز. به خدا که با همین آشغالا محل پرموش شد. یه خبری اموش نی خیالت راحت.
شهرداری سم باشیده همشون مردن. خدا کنه